برادرو امروز 5 یونی سالی 2022 به فکرم سحرا ایدیبک هنوز چوپای دنیا رو ترک کرد. فکر میکنم کدام در آدم نزدیک بود بین نزدیک میشه و همدردی ما با نزدیکانش میرسونه. مسکو دا وفات کرده. اگر یگان کمک در کار شد مراجعت میکنیم یاردم تیم بعد وزیرش در انیخ نیسته. یک خواستم این روز هم کسا کمک منو برسونه. التماس در حقش دعا کنی.